من البته خودم رو اداره کردن میتونم. مثال در حالتی که اگر یعنی که یک دوست مثال اگر صدمه کرده باشد، مثال من میتونم داد و فریاد نزنم، مثال میتونم خودم رو اداره کردم. مثال اگه گریه میکنیم، مثال رای غمگین میشویم، اگه شردیم که داد و فریاد زنیم که وقتی که من به غضب میآیم و اون آدمی که من رو به غضب میآورد کوشش میکنم که از آن دورتر باشم و خودم رو اداره کرده تمامم. Когда у меня появляется стресс, я стараюсь себя утихомирить. Я вообще человек такой мирный, ни с кем не дерусь, не ругаюсь, ни с кем не это. И я любому человеку говорю, пускай он будет себя воздерживать. وقتی که ما سخت خرسند میشیم و خودمون آزاد حس میکنیم و با یگان کارهای نوشن دست نمیزنیم و اونها در آن میرن در جای نشست میشیم. اگر سخت غمگین شین همیشه همین خیال میکنیم دیگه. اگر روی رمضان نیست، اگر کاری میکنیم که فراموش کنیم و غم نکنیم. خوبه احساساتی با خرسند با زدیم خیلی خدا با شکر گفتم دکتر. غم میشه خدا یاردم میگه، بچه میگه خدا مشکل آسان کند میگه. همین خرسندی با خدا با شکر، غضبی با استغفرالله میگه داشت و شود استغفرالله گفت غضب میشکنم داشت. وقتی که من یک لابورا خوشحال میشوم بسیار خنده میکنم و با اون خنده خودم رو آرام میکنم. خب где-то 70% 80% خودم میخوام، لیکن نجات حالتایی که انسان خود رو اداره کردن نمیتونه، لیکن در همون صورت هم حرکت میکنم که خود رو به دست گیرم. این حالت اگر گاز زنیم به سر هر یک فرد مومن مسلمان ضرر میرسونه. برای که آدمای من میدونم که با احساسات داده شدن، انا آری احساسات سخت دیل شدگی هم، غلطه فافتگی هم، غلطه بیشتری شدگی هم. من تمام این نوع کسلی ها آروی همین عصب است. احساسات پیش همه عصب حس میکنم.